امروز میخوایم در مورد قوانین جهان هستی صحبت کنیم و براتون شفاف سازی کنم که آقا در آخر چه کاری باید انجام بدیم که جهان هستی آرزوی ما رو برآورده کنه و ما رو به خواستمون برسونه. حالا علاوه بر اون تلاش عملی که انجام میدیم، این تکنیک هایی که میگن و فلان و بهمان چیه؟ باید چی کارش کنیم؟ آقا من الان ساده براتون توضیح میدم. ما تیکه کوچیکی از خدا هستیم که روحش رو در ما دمیده. حالا وظیفه ما چیه؟ گسترش جهان، تجربه و آزمایش. خدا میخواد ما رو آزمایش کنه، میخواد که ما تجربه کسب کنیم، میخواد جهان رو گسترش بده. جهان در حال گسترشه، ما در حال تجربه کردن هستیم. ما کی هستیم؟ روح خدا. خداوند کیه؟ صاحب تمام اینها. همون شد رفت کارش. پس این شد از این. 3 میلیون تومن میخوام مثلا من خلق کنم. اوکی، میام چیکار میکنم؟ میام میگم من 3 میلیون میخوام خلق کنم و من خوشحالم که 3 میلیون دارم و فلان و بهمان اینا. خلاصه و اون 3 میلیون خلق میشه. تو حالا چه مواردی توی اینها تاثیر داره اون 3 میلیون خلق بشه، زودتر خلق بشه، دیرتر خلق بشه، چطوریه؟ مثلا من فقط 3 میلیون رو الان مثال میزنم براتون تا آخر. من الان میگم 3 میلیون رو میخوام، 3 میلیون حاضر میشه. بعد یه باور این که پول نیست، یه باور این که ثروتمندان آدمهای بدی هستن و یه باور این که مثلا اگر پولدار بشی نمیدونم خانوادت میمیرن. یه باور این که مثلا پولدارها نمیدونم آدمهای کثیفی هستن، پول آدم رو فاسد میکنه، پول آدم رو دروغگو میکنه. مجموع این باورها میاد توی ذهن من و ارتعاش منفی ایجاد میکنه و نمیذاره این 3 میلیون به دست من برسه، حالا به هر صورتی بخوام خلقش کنم. اوکی، باورها نمیذارن و احساس من بد میشه و اون 3 میلیون به من نمیرسه، یا اگر میخواست برسه روزی میرسه که ارتعاشم رو درست کرده باشم، اون موقع میرسه، یا جنبش رو داشته باشم. خلاصه ذهن ناخودآگاه ما برای تشکیل شده از باورهایی که ما داریم، باورهایی که از بچگی به ما القا شده و این باورها باعث میشه که یه خواسته زودتر به ما برسه یا یه خواسته دیرتر به ما برسه. وگرنه ما وقتی خواسته رو میخوایم، خواسته انجام شده. همین آیه قرآنش هم هست، فکر کنم خود میگه خداوند وقتی میگوید باش یعنی حاضر میشود. اینا اینطور چیزایی حالا بعد برم تحقیق کنم بهتون بگم. خلاصه باورهای قدیمی ما اشتباه هستن و نمیذارن اون اتفاق برامون به وجود بیاد. اوکی، حالا من یه تکنیک عملی دارم واسهتون دیگه، از الان به بعد شده تکنیک، یعنی اون تکنیکیه که باید بهتون بگم. ببینید، اول باید ذهنمون رو پاک کنیم. ذهنمون چطوری پاک میشه؟ ذهنمون با مدیتیشن. یکی با مدیتیشن آروم میشه، یکی با نماز. دوم باید باورهای درست و سازنده بسازیم. خب حالا باورها چطوری ساخته میشن؟ باورها 4 تا روش داره ساختن باور. این که برای خودت، اولین روش اینه که برای خودت منطقیش کنی که مثلا یا یکی که دستاورد داشته برای توضیح بده، مثل استاد عباسپرش هست که با دستاوردهاش توضیح میده و شما هم باورهاتون درست میشه. یا منطقش رو بهت بگه که مثلا منطقی بشه توی ذهنت که ناخودآگاهت قبولش کنه. یکی این که تکنیک ذکر هستش، یا مثلا اون باوری که هستش باور درستش رو تکرار کنیم. مثلا برای فراوانی جهان هستی، خب ما باور داریم که پول توی جهان هستی نیست مثلا. بعد شما میای یه جمله مینویسی میگی پول توی جهان هستی بسیار است، بسیار است، و یه تصمیم میگیری دستت مثلا 100 بار، 200 بار، 300 بار میگی پول هست، پول توی جهان هستی هست، پول زیاده، پول توی جهان هستی هست، من پولدار هستم، فلان فلان فلان. این مغزت از بس میگی دیگه قبول میکنه این رو. تکنیک سوم تکنیک موسیقی هستش. ببینید، شما با صدای خودتون ضبط میکنید. حالا دوست داشتی هم صدای یکی دیگه. حالا من خودم برای کسایی که نمیتونن صدای خودشون ضبط کنن، خودم صدامو ضبط میکنم. هرچند صدام هم زیاد اوکی نیست ولی ضبط میکنم براتون، توی یوتیوب میذارم و شما هندزفری رو میزنید و این باورهای درست انقدر تکرار میشه. مثلا میگم با مثلا پول توی جهان هستی بسیار زیاده، آروم میگم، یه موسیقی 8 بعدی میندازم پس زمینش که بتونید راحت تر گوش کنید و
میخوابید، حالا میخوابید بیدار میشید، مثلا حرکت میکنید یا در حال هر چی هستید، هر کاری هستید، این فایل رو گوش میکنید و این فایل میتونه باورهاتون رو تغییر بده. تکنیک آخر رو هم که دیگه در آینده براتون میگم. خب حالا سوم احساس خوبه. حالا با توجه به اینکه شما ذهنتون آروم، باورهاتون هم درست کردید، اولا اینکه احساستون خوب میشه، این دوتا کار رو انجام بدید احساس خودش خوب میشه، ولی احساس خوب باید تشکیل بشه. با چی احساس خوب درست میشه؟ با شکرگزاری. ما وقتی شکرگزاری انجام میدیم احساس خوب میشه. واقعا میگم شکرگزاری زورکی نه این که بخوایم بگیم خدای شکرت که این دفترچه رو دارم، بعد یکی زیر ذهنمون میگه ای بابا برو بیرم بابا. نه این نه. شکرگزاری بابت چیزهایی که واقعا دوست داری. ببین من الان مثلا اون کتابی که مثلا من خیلی دوستش دارم یا اون مثلا مطلبی که خیلی دوستش دارم رو شکرگزاری میکنم. من همیشه بر بابت فایل های استادم شکرگزاری میکنم، چون واقعا دوستشون دارم و دارم باشون زندگی میکنم. روزی 7-8 ساعت من دارم باشون زندگی میکنم و واقعا خیلی هم خوشحالم و همیشه میگم خدای شکرت که این استاد رو سر راه من قرار دادی. و خلاصه این باعث احساس خوب من میشه. این میشه احساس خوب. حالا تصویر سازی میخوای بکنی، مثلا یکی میخواد یه شرکت بزنه توی دبی، مثال میزنم، من خودم حالا هدفم اینه، یه شرکت بزنه توی دبی و حالا توی ایران و دبی رفت آمد داشته باشه و فلان، بیشترم توی ایران باشه و شرکتش توی دبی براش کار کنه. بعد مثلا وقتی که تصور میکنه که مثلا توی دبی هستش و داره شرکتش رو راه اندازی میکنه، احساس خوبی میرسه. خب اون انجام بده دیگه، حست خوب میشه دیگه. حالا حس داشتن خواسته ها و فلان. چهارم صبر کردنه. صبر کن تا بهش هدایت بشی. شما وقتی که ذهنتون رو پاک میکنید، باورهاتون رو درست میکنید، احساستون خوب میشه و درخواست میکنید، هدف گذاری دارید، میگید خدای من این رو میخوام، ذهنم رو پاک کردم، باورم رو در موردش درست کردم و صبر میکنم و احساسم رو خوب کردم و صبر میکنم تا به هم برسید. به خدا شاهده شده توی 24 ساعت هم به من رسیده. با این تکنیک توی 24 ساعت هم به من رسیده. 2 بار در روز مدیتیشن کردم، روزی 20 دقیقه، اصلا شما روزی 5 دقیقه انجامش بدید. ذهنم رو آروم کردم، باورم رو در موردش ساختم، احساسم رو خوب کردم و ولش کردم. به خدا ولش کردم. وقتی باید ول کنید، ولش کنید اصلا طوری که یادتون بره، ولش کنید طوری که اصلا نبوده. این به خدا خیلی مهمه. من هر چیزو به دست آوردم یادم رفته بود، بعد به دستش آوردم. اینو نمیدونم حالا شما هم تجربه کردید یا نه. به خدا مثلا الان من میگم یه سیستم گیمینگ میخوام، مثال میزنم، من خوشم از گیم نمیاد، ولی یه سیستم گیمینگ میخوام. بعد از مثلا 4 ماه بعد یکی مثلا خریدم، حالا واسه گیم نبود ولی خب بعد از 4 ماه یه سیستم گیمینگ خریدم. بعد نشستم گفتم من اون نبودم که اینو میخواستم. یا مثلا شما یه چیزی روی برگه مینویسی، بعد میگی خدا اینو میخوام، بعد یادت میره اصلا، بعدش چند وقت میگی این من نبودم اینو میخواستم، پس الان که دارم و چرا حالم خوب نیست. این میشه چی؟ این میشه تکنیک تکامل یا جنبه یا رهایی. تکنیک رهایی میشه چی؟ میشه آقای عزیز وقتی خواسته ای رو اصولش رو انجام دادی، یه 2 روز ولش کن. آقای عزیز دست از سر این خواسته یه 2 روز بردار. اصلا من نمیدونم، به خدا دلیلش هم نمیدونم. این یکی رو من دلیلش رو نمیدونم چرا وقتی خواسته رو ول میکنی یهو میاد دم خونت. هم احساس خوب داشته باشم، هم خودم رو دوست داشته باشم، هم احساس لیاقت داشته باشم، هم در مورد هدفم فکر کنم، هم رهاش کنم. خیلی سخت رها کنی دیگه. هم رهاش کنم، هم بخوام قوانین رو رعایت کنم، خیلی سخت میشه. ولی خب نه، تو فقط این 4 تا انجام بدی، ذهنتو خالی کنی، باور جدید بسازی، احساس خوب داشته باشی و صبر کنی، کاملا همه چیش درست میشه. خب یه چیز آخرین چیزم که مونده، انسان باید جنبه چیزی رو داشته باشه که بهش برسه. اوکی، چرا؟ چون که جهان هستی به کسی که جنبه چیزی رو نداره نمیده. برنده های لاتاری تماما ورشکست شدن. مثلا 800 میلیون دلار طرف برنده شده توی لاتاری،
بعد از 2 سال تماما از دستش داده. یه نفر که نبوده، همه اینطوری بودن. به نظر چرا؟ قانون جنبه نداره، قانون تکامل رو رعایت نکرده. در کنارش هم باید جنبهشو داشته باشی. یعنی اگر تو ماشین میخوای باید جنبه ماشین داشتن رو داشته باشی. این نیست که مثلا من الان در حال حاضر 16 سالمه اینجا موندم، 16 که نیستم، من مثال میزنم، 16 سالمه اینجا نشستم میگم خدایا یه بنز برسون. خدا هم میگه ببخشید تو جنبه بنز داشتن داری. خب بچه من بنز بدم بهت که میری تخت گاز، بچه‌ها میری چپش میکنی خودت میمیری. جنبهشو نداری، نه بهت نمیدم. تو باید چطوری جنبهشو بسازی؟ حالا شد جنبه ساختن با تصویر سازی و احساس کردن اونجا به وجود میاد. گرفتی چی شد؟ یعنی من وقتی تصویر سازی میکنم که اونجا هستم، ذهنم هم قانع میشه و جنبهشو به دست میارم که مثلا اینجا ذوقش رو انجام میدم و اونجا تحویلش میگیرم دیگه. همین ذوقش رو باید الان داشته باشی. بذار یه مثال براتون بزنم که واضح براتون جا بیفته. استاد عباس منش که توی بندر عباس بود، خودش گفت هیچی نداشتم و دوست داشتم همایش برگزار کنم، حتی شده رایگان ولی عاشق سخنرانی بودم و دوست داشتم همایش برگزار کنم. وقتی گفت که من خودم روی اون سن همایش قرار دادم و مثلا توی ذهنم تصویر سازی کردم که دارم اونجا سخنرانی میکنم، گفت من 2 ساعت میشستم گریه میکردم، اشک شوق میریختم. یعنی چی؟ یعنی اشک شوقهاشو اما توی بندر عباس ریخته بود. بعد یکی از رفیقاش بعد از اولین همایشش که توی تهران بوده و خیلی بزرگ هم بوده پرسیده که چه حسی داری؟ گفته من هیچ حس خاصی ندارم. گفته تو که اینقدر عاشق این کار بودی، دیوونه این کار بودی، همیشه گریه میکردی واسه این کار که مثلا از اشک شوق میریختی واسه این کار، چی شده؟ میگه داداش من اشک شوقامو خیلی وقت پیش ریختم. خیلی جمله خوبیه ها. یعنی گریه هامو اون موقع انجام دادم از شوق. گرفتید چی شد؟ یعنی خودش رو توی اون همایش تصور کرده. گفته میلیون ها بار توی این همایش بودم. حالا استاد میگه میلیون ها بار، همیشه میگه میلیون ها بار، ولی خب چند هزار بار توی این همایش بوده و خودش رو تصور کرده و درخواست کرده، ذهنش رو خالی کرده. و ذهن خالی کردن استاد چی بوده؟ میرفته توی طبیعت 1 هفته روی خودش کار میکرده. 1 هفته با کسی ارتباط نداشته. خب دیگه همین. یعنی چی شد؟ یعنی الان قانون ها رو چون پله پله دارم براتون توضیح میدم، یه بار دیگه میگم. ذهنت رو خالی کن، باورهای درست بساز، احساس خوب داشته باش، صبر کن و جنبه داشته باش. سعی کن جنبهش رو همین الان به دست بیاری. سعی کن تصویر سازی کنی، سعی کن رهاش کنی از بین. مثلا نه که از بین بره، رهاش کنی، ولش کنی، یه طوری که مثلا احساس کنی از یادت رفته ولی خب هنوز هم داری روش کار میکنی. خب حالا شد این دیگه. بعد حالا بعضی از دوستان میخوان بگن که حالا ما این کار رو چطوری انجام بدیم. ببینید اصلا کانال من واسه همین ساخته شده. یعنی در ادامه کانال من فقط به همینا میپردازم. فقط میخواستم نقشه رو بهتون بگم که آقا احساس خوب داشتن و مثلا باورهای خوب کاشتن توی ذهن و پاکسازی ذهن و ثبت کردن و جنبه داشتن و رهاسازی و احساس خوب داشتن، اینا هر کدوم یک دوره براشون درست میشه. دوره رایگان که شما میبینید خیلی هم طولانی نیستن، برخلاف این فایلی که خیلی طولانی شد. و شما میتونید رایگان همه چی در اختیار داشته باشید و من هم بدون منبع صحبت نمی کنم. بنده از خودم در نمیارم. هزاران نه واقعیتش 100ها کتاب خوندم و دوره های استاد رو کامل دیدم. فایل های رایگانش رو بالغ بر 1300-400 تا فایل از استاد من دیدم. یعنی و نکته برداری کردم و هر روز حتی تکراری هم که شده میبینم. یعنی هر چی جدید که میاد که میبینم، هیچ قدیما رو هم میبینم. یعنی و اینکه من یه آرشیوی دارم از استاد که هیچ کسی رو نداره.
آرشیوهای قدیمی که استاد از سایت پاک کردن من دارم. من کامل براتون توضیح دادم دیگه. این برمیگرده به جنم و انگیزه خودتون که در ادامه با من باشید یا نه. من که خودم توی این راه هستم، یعنی خودم توی این راه مشکل دارم و باید برطرفش کنم. فعلا مشکل رو شناسایی کردیم و باید با راه عملی درستش کنیم. 25 دقیقه حرف زدم و واقعا میگم این 25-30 دقیقه‌ای که داشتم صحبت میکردم مهمترین حرفای عمرم رو که باید میزدم بهتون زدم و هیچ جا بهتر از اینجا نمیشنوید حرفای من رو. این رو مطمئن باشید که هستش. در ادامه براتون میذارم و انشالله که بتونیم با هم دیگه به موفقیت هایی برسیم. هر چیزی، هر نتیجه‌ای که گرفتم براتون میذارم و خلاصه کتاب و اینا رو بعدا شروع میکنیم. انشالله که بتونیم در کنار هم بهترین نتیجه رو بگیریم. خدا نگهدار.